سلام علیکم بینندگان عزیز. اینجا آسایشگاه دکتر طاهری، ناحیه عینی، دهه پتخین. امروز 12 فوریه سال 2026. انا بینید اینجا برای جای نمازگذاری با 3 زبان عبادتخانه ملک فنیدام راور هاست نوشته شدگی و به فکرم در یگان جای جهان در بالای آب خیلی جای نمازگذاری نیست. در اینجا بینید اینجا آب از زیر اینجا رفته است. این دایره سایچه حاضر ماهای مارچ اپریل و 10 مرتبه آب بلند میشد از زیر همین جای نمازخانه گذشته میره. بعد خیلی که میگم جایی که آب هست، تازگی، آبادی، همه چی در آنجا هست. من روزهای نزدیک در اینجا گیس آبی به کار شروع میکند. دیگر پرابلمی برق حل میشد. آدم میتونن آزادانه آمده استراحت کنند، تبابت کنند، چون که علاقه در اینجا همه خانه ها با گرمی گذرانده شدگی با واسطه انگشت خانه ها گرم. همین برق هم که خوب شد، علاقه یکم کمبودی نمیشد. چیزی اساسی آب، هوا، گرمی، این خوک، همین میوه خوک که خواب میشد، همینه در بازارها طریقای خطی استفاده میکنن برای سنگ گردن. همه شما خوش میدونید اسکاربینک خیلی زیاد ویتامین اس دارد. برای همین در گرد و اطراف همین آسایشگاه زیاده از 45 نامگوی گیاهای شفابخش هست. من اینجا قبولگاه دکتر طاهری، همینجا شروع میشد. هر یک شخصیتی که میبیاد در همین قبولگاه قبول کرده میشود، تشخیص کرده میشد. تشخیص از روی زبان، ناخن، نفس، انرژیتیکا، شورسنجی، بعد به خانه ها سفربر کرده میشود. من اینم یک جسمی آسمان فرامدگی هست، سنگ، اینم قوه میبخشد. من این در عین زمان امروز چیزی که گفتیم، من اینجا بالا کمتر برف موندگی در تپه بلندی. من این گلهای صدبرگ بینید، گلهای صدبرگ که تمام سال اینها گل کرده میستم. این حاضر گل ها، ارچه ها زیاده از 500 ارچه 4 نمود در حدود آسایشگاه شنانده شدگی. این درآمدگاه، این دایره‌چه شوخی که با آدمان نیرو میبخشد، قوه میبخشد. من بینید آب سبز ها. برای همین هر یک انسان که میخواهد سلامتیش برقرار کند، مرحمت به آسایشگاه دکتر طاهری و اینچنین در اینجا کورس های باز آموزی در ساحه تیپ، یعنی گیاه درمانی، سوزن درمانی، روان پزشکی و مغز درمانی اجازتنامه گرفته شده و از ماه مارچ در اینجا به کار شروع میکنه. و همه شما صحت، سلامتی، عمر دراز برای کار میکنیم. برنامه تا 100 سال 40 بیمار نشدن را آموزید، یاد گیرید، عدم سلامتی خود شوید، چون سلامتی گوهری نایاب است. سلامتی از دست دادید، همه چیز از دست میدید. سلامت و سربلند باشید.